اسم کسایی که میارم و به انتخاب خودت یا میکشی یا میبوسی یا ازدواج میکنی. حالا بوزیدن چجوریه؟ همینجوری اما چون بالاخره دیگه قراره یه عمر زندگی کنیم با هم دیگه، از ازدواج با ایشون میکنم. و یه شب پاش بخوابی. هی اگه بدم نیست. آره یه جوری میشه گفت شیطانه. آره یو what's up guys, how you doing? اسم من سامان جوجی و این بار اومدیم تو این ویدیو یکی از بهترین چالش‌ها رو با هم دیگه بریم. از دست ندین این ویدیو رو، حتما تا آخرش با هم همراه باشین. قبل از همه این لایک، کامنت و سابسکرایب بهتره کن یادت نره. و یه چیزی خواستم بهتون بگم قبل از همه اینا، این مدتی که نبودم به خاطر یه سری مشکلات پیش اومده بود و نتونستم به موقع ویدیو آپلود کنم برای ریلزام مخصوصا. و از طرف ویدیو 2-3 هفته‌ای بود که مصدوم شده بودم و خب این مسئولیت باعث شد که نه بتونم کار انجام بدم راحت و نه تو ویدیو بگیرم. این اسخای من رو پذیرا باشید دوستان. به هر شکلی امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. 1 2 3 بریم. بچه دوباره اومدم با یه ویدیوی خیلی جذاب و خیلی چالشی با جلاد. اگه جلاد رو نمیشناسین توی این ویدیوی که سمت چپ بالای سمت راست بالا گذاشتیمش حتما یه نگاه بندازید. سخت‌ترین مجازات ایشون به ما داره میده. البته فکر کنم اینطور نیست جلاد، تو این ویدیو قرار نیست مجازات داشته باشیم نه؟ ویدیو فقط چالشیه. آها خب خوبه. آقا جلاد بگو کی میخوای این دفعه چیکار کنی؟ خب چالشی که امروز داریم قراره که اسم 3 نفر رو بیاریم وسط و قراره بین اون 3 نفر اولیو ببوسی، دومیو بکشی، چجوری؟ ازدواج. چجوری ببوسم؟ چجوری ببوسم؟ من که از خدامه. بریم آقا شروع کنیم. پس ما آماده ایم. بله بریم واسه چالش اول. اسلامی اوکی و 021 جی. ببین از هر ستا من اصلا 021 جی رو آنچنان نمیشناسم، اما چون بالاخره دیگه قراره یه عمر زندگی کنیم با هم دیگه، از ازدواج با ایشون میکنم. خوشت اومده ازش؟ نه خوشت اومده؟ نه برچی خفه شو بابا. خوشت اومده؟ خفه شو بابا. ازدواج با ایشون کیل مسی. وای بوس از کجا؟ البته اینم مهمه. اونو دیگه فکر نکنم کنار آیسان زنده بمونی. خب بریم بعدی. نفر اول هادی چوپان، شوگا و تتلو کیل میشه. ببخشید البته تتلیتیه که دارن نمیکنه. خیلی شرمندم، بدون فکر من این کار انجام میدم. دومین گزینه کیس. ازدواج نکن. اون دوتا کی بودن؟ یکی شوگا چی؟ هادی چوپان یا شوگا. شوگا رو واقعا نمیشناسم. خب بهتره باشه ازدواج. بذار لحظه شوگا کیه؟ آقا شوگا کیه؟ Nope. Bruh. آها صد درصد با ایشون بوسم که دیگه با استاد هادی چوپان. بله اوکی خوب بود. اوکی حمید صفت، اوکی آرمین توی اف ام خب و جانی سینز. جانی سینز کیل، چون غالبا نمیشه کیسو مریج بشه با اون. بعد کیس دیگه هم میفته. آفرین. حمید کیس، اون کی بود؟ آرمین توی اف ام دیگه مریج دیگه. بچه خوبیه. خب مبارک. خب میافتیم توی یوتیوبرها. خب نفر اول فرهاد ایکس ری، سوگنگ و بیگ اسموک. خود اسمال اسموک شده الان دیگه. بیگ اسموک نیست، اسمال اسموکه. نه واقعا دوستش دارم. خیلی خوبه، بچه خوبیه. کیس با امیر، بیگ اسموک دوست داشتنی، کیل فرهاد. داداش میشه تو منو نزنی دو تا واسه من
و مریجم که با سوگند دیگه. خیلی اول فکر میکردم زنه. بریم بعدی. تاکسی گرل امباپه جلاد لیدو. تاکسی گرل کیل میشه. من خرجم کمه خیالت راحت. ایجان بالاخره امباپه است دیگه. من مجبورم با اون ازدواج کنم. چقدر ساده این به خدا. ما چقدر زود رام میشیم. ای بابا یه کیسه خالی هم به تو میدم دیگه. تریش دیگه چی؟ ای بابا. همونم راضیم بابا. والله العظیم یارگه. بریم برای بعدی. نفر اول علی دایی، سوارز و نیمار. کیل اصلا زیاد جالب نیست بین این سه با نفر. علی دایی ازدواج می‌کنه همزبونی توی روابط میسازیم به هم دیگه. علی دایی اوکی. خب کیل سوارز. کیس هم دیگه نیمار دیگه. مجبوریم دیگه. واقعا برای متاسفم که همه رو گی می‌بینی. واقعا. آخه تو گی. Emotional damage. بریم واسه بعدی. دلم واسه سوق گفتم حداقل صدا دختر بنویسم. هی چه عجب چه عجب. نفر اول دریا، پانی و شکیرا. چه ربطی داره؟ فقط یه چیزی به فکرم رسید که اون گزینه چهارمه نه پانیز 100% مریج، دریا کیسه و چکیرم کیله دیگه. بنازم بعدی خیلی خطرناک و خفن و خشنه. از اینجا بعد لطفاً به خانواده نبینید. حال مرد آهنی یا اول فاز بایرمن. ببین چون که پالک خیلیه همون اول کیل میشه. مردانی کیس میشه. اسپایدرمن میشه گوین استیسی باشه. اوکیه خدا رو شکر مریجه. مریج گوین استیسی. اوکی خب بریم واسه آخری. خب میریم سراغ انیمه. کاراکتر اول تانجیرو توی انیمه دمون اسلایر. تانجیرو دیمون اسلایر. A few moments later. این الان پسر یا دختر؟ اون پسره. Nice. ایتادوریوجی توی انیمه جوجوتسو. آها و نزوکو تو انیمه دمون اسلایر خواهر تانجیرو. نزوکو این بهش اصلا آدم بودن نمیاد. آره یه جوری میشه گفت شیطانه. آره میدونی اینجاش قراره که خورده با خدا نزدیک بشیم. شاید انسان بخواد با یک شیطان هم بقول معروف وصلت کنه، اما بله با خویشتن‌داری و بقول معروف راه رسیدن به خدا میتونه شیطان هم به سوی خدا نزدیک کنه. مشکل برات پیش آمده کسکم. خودت قانع کن. اوکی بر همین اساس شیطان یک فرشته بوده. اینو میدونی؟ بالاخره میشه که با شیطان هم البته شیطان هم نیست ولی خب با ایشون مریج میبونیم. اوکی ایتادوری کیل میشه. تانجیرو کیس میشه دیگه. بابا خب بچه امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. خیلی ویدیوی صاف کنی بود. از جلادمون خیلی ممنونم که اومد و با همون همراه بود و خلاصه این شخصیت و کاراکتر همه کار ایشون بود. دمش گرم. جلاد که از این به بعد مرتب به لیدو هستش. لیدو توی چنل ما و خلاصه قراره با هم دیگه بتر کنیم. اگه حرفی از با بچه‌ها بگو که با هم دیگه خداحافظی کنیم و بریم تا ویدیو بعدی. مرسی واسه همه بچه‌ای که ویدیو نگاه کردن. حمایت یادتون نره بچه‌ها. واقعا سر ویدیو خیلی داریم زحمت می‌کشیم. تایم زیادی گذاشتیم. بله. حمایت اصلا فراموش نشه. دمتون گرم. مرسی ازت. 1 2 3 خداحافظ. دوستتون دارم شدید به مدت مدید. خداحافظ. Virus.